سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کشورها در یک نگاه. امروز به سراغ یکی از شگفت انگیزترین کشورهای جهان می‌رویم، کشوری که در آن سنت‌های چند هزار ساله در کنار پیشرفته ترین فناوری‌های دنیا زندگی می‌کنند. کشوری که مردمش به نظم، احترام و سخت کوشی مشهور هستند و بسیاری آن را سرزمین آینده می‌نامند. ژاپن، کشوری که هر سال میلیون‌ها گردشگر را مجذوب خود می‌کند و با وجود کمبود منابع طبیعی به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. اما راز موفقیت ژاپن چیست؟ چگونه این کشور توانسته از ویرانی جنگ جهانی دوم به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود؟ دانشگاه‌های ژاپن چگونه به پیشرفت این کشور کمک کردند؟ و چه چیزهایی ژاپن را از سایر کشورهای جهان متمایز می‌کند؟ تا پایان این ویدیو همراه ما باشید، زیرا با حقایق شگفت‌انگیزی روبرو خواهید شد که شاید هرگز درباره ژاپن نشنیده باشید. ژاپن در شرق آسیا و در اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور از هزاران جزیره تشکیل شده است، اما 4 جزیره اصلی به نام‌های هونشو، هوکایدو، کیوشو و شیکوکو بخش عمده جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی را در خود جای دادند. مساحت ژاپن حدود 378,000 کیلومتر مربع است و بیش از 123 میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند. پایتخت ژاپن، شهر مشهور توکیو است، یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین شهرهای جهان. ژاپن کشوری کوهستانی است و بخش بزرگی از خاک آن را کوه‌ها و جنگل‌ها تشکیل می‌دهند. به همین دلیل بیشتر مردم در مناطق ساحلی و شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. یکی از معروف‌ترین نمادهای ژاپن، کوه فوجی است، آتشفشانی زیبا با ارتفاع بیش از 3700 متر که یکی از مشهورترین مناظر طبیعی این کشور محسوب می‌شود. ژاپن روی یکی از فعالترین مناطق زمین از نظر زمین لرزه قرار گرفته است. هر سال هزاران زمین لرزه کوچک و بزرگ در این کشور رخ می‌دهد. با این حال، ژاپنی‌ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ساختمان‌هایی ساختند که در برابر بسیاری از زلزله‌ها مقاومت می‌کنند. مدارس و ادارات نیز به طور منظم تمرین‌های مقابله با زلزله برگزار می‌کنند و مردم از کودکی یاد می‌گیرند که در شرایط اضطراری چگونه رفتار کنند. این آمادگی باعث شده ژاپن در زمینه مدیریت بلایای طبیعی تجربه بسیار زیادی به دست آورد. وقتی نام ژاپن را میشنویم، بسیاری از ما به یاد توکیو میافتیم. توکیو شهری است که آسمان خراش‌های مدرن، تابلوهای نورانی عظیم، مراکز خرید و فناوری‌های پیشرفته در هر گوشه آن دیده میشوند. این شهر یکی از مهمترین مراکز اقتصادی جهان است و میلیون‌ها نفر هر روز با سیستم حمل و نقل گسترده آن جابجا میشوند. اما چیزی که توکیو را برای بسیاری از گردشگران جالب‌تر می‌کند، ترکیب عجیب سنت و مدرنیته است. ممکن است چند دقیقه در میان ساختمان‌های فوق مدرن قدم بزنید و ناگهان به معبدی قدیمی برسید که صدها سال قدمت دارد. یکی از افتخارات ژاپن قطارهای سریع السیر شینکانسن است. این قطارها با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند و به دلیل سرعت، راحتی و ایمنی بالا در سراسر جهان مشهور هستند. سالانه میلیون‌ها نفر از این قطارها استفاده می‌کنند. دقت زمانی سیستم ریلی ژاپن نیز شهرت جهانی دارد و تأخیرهای طولانی در آن بسیار غیرمعمول است. برای بسیاری از گردشگران، سفر با شینکانسن یکی از جذابترین تجربه‌های سفر به ژاپن محسوب می‌شود. اما برای درک موفقیت امروز ژاپن، باید به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ این کشور برگردیم. در دهه‌های قبل از جنگ جهانی دوم، ژاپن به سرعت قدرت نظامی خود را افزایش داده بود و به یکی از قدرت‌های بزرگ آسیا تبدیل شده بود. با آغاز جنگ جهانی دوم، ژاپن وارد درگیری‌های گسترده‌ای در آسیا و اقیانوس آرام شد. اما در سال 1945 دو شهر هیروشیما و ناگازاکی هدف بمباران اتمی قرار گرفتند. این حملات خسارت‌های انسانی و اقتصادی بسیار سنگینی به همراه داشت و سرانجام جنگ برای ژاپن به پایان رسید. کشوری که از جنگ بیرون آمده بود با شهرهای ویران، اقتصاد آسیب دیده و آینده‌ای نامعلوم روبرو بود. اما داستان ژاپن در همین جا تمام نشد. برخلاف تصور بسیاری، ژاپن در دهه‌های بعد وارد دوره‌ای از بازسازی و رشد سریع اقتصادی شد. کارخانه‌ها دوباره راه اندازی شدند، شهرها بازسازی شدند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی آموزش، فناوری و صنعت انجام گرفت.
شرکت‌های ژاپنی به تولید محصولات باکیفیت مشهور شدند و اقتصاد کشور با سرعت زیادی رشد کرد. تنها چند دهه بعد، ژاپن به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. این تحول یکی از نمونه‌های مشهور بازسازی اقتصادی در تاریخ معاصر است. پس از جنگ، ژاپن منابع طبیعی عظیمی مانند نفت یا گاز در اختیار نداشت. پس سوال مهم این است: اگر ژاپن منابع طبیعی زیادی نداشت، چگونه توانست ثروتمند شود؟ پاسخ را باید در سرمایه انسانی، آموزش، فناوری، صنعت و فرهنگ کاری این کشور جست‌وجو کرد. ژاپنی‌ها روی آموزش و مهارت نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کردند و صنایع خود را به سمت تولید محصولات باکیفیت و پیشرفته بردند. شرکت‌های مشهور ژاپنی مانند تویوتا، هوندا، سونی، نیسان و پاناسونیک در سراسر جهان شناخته شده‌اند. محصولات ژاپنی به دلیل کیفیت، دقت و دوام بالا شهرت جهانی پیدا کردند. یکی از عوامل مهم دیگر، توجه ژاپن به تحقیق و توسعه و نوآوری بود. همین ترکیب باعث شد کشوری که زمانی با بحران بزرگی روبرو بود، به یکی از قطب‌های صنعتی و فناوری جهان تبدیل شود. یکی از مهمترین دلایل پیشرفت ژاپن، اهمیت بسیار زیاد آموزش در این کشور است. از سنین پایین، کودکان ژاپنی یاد می‌گیرند که مسئولیت پذیر، منظم و سخت کوش باشند. دانش آموزان علاوه بر درس خواندن در نظافت کلاس‌ها و محیط مدرسه نیز مشارکت می‌کنند. این کار به تقویت حس مسئولیت، همکاری و احترام به محیط کمک می‌کند. ژاپن دارای دانشگاه‌های بسیار معتبری است، برخی از آنها در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارند. دانشگاه توکیو یکی از مشهورترین دانشگاه‌های ژاپن و آسیا است و در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی فعالیت می‌کند. دانشگاه کیوتو نیز یکی از مراکز مهم علمی و تحقیقاتی ژاپن است و دانشمندان و پژوهشگران برجسته‌ای از آن فارغ التحصیل شده‌اند. دانشگاه‌های ژاپن در رشته‌هایی مانند مهندسی، فناوری، رباتیک، پزشکی و علوم پایه جایگاه مهمی دارند. هر سال دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف برای تحصیل و پژوهش به ژاپن می‌روند. ارتباط نزدیک دانشگاه‌ها با صنعت نیز به توسعه فناوری و ورود دانشجویان به بازار کار کمک کرده است. در واقع دانشگاه‌ها فقط محل آموزش نیستند، بلکه بخشی از موتور علمی و فناوری ژاپن محسوب می‌شوند. ژاپن یکی از شناخته شده ترین کشورهای جهان در زمینه رباتیک است. در بسیاری از کارخانه‌های ژاپنی، ربات‌ها بخش مهمی از فرایند تولید را انجام می‌دهند. اما داستان به کارخانه‌ها محدود نمی‌شود. دانشمندان ژاپنی سال‌هاست روی ربات‌هایی کار می‌کنند که می‌توانند در بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و حتی مراقبت از سالمندان مورد استفاده قرار بگیرند. با افزایش جمعیت سالمند ژاپن، فناوری و رباتیک می‌توانند نقش مهمی در آینده این کشور داشته باشند. این موضوع نشون می‌دهد که فناوری در ژاپن فقط برای سرگرمی نیست، بلکه برای حل مشکلات واقعی جامعه نیز استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌های برجسته جامعه ژاپن، احترام به دیگران است. در این کشور مردم هنگام ملاقات معمولاً تعظیم می‌کنند. رعایت نظم، احترام به قوانین و حفظ آرامش در وسایل حمل و نقل عمومی از ارزش‌های مهم جامعه ژاپن محسوب می‌شود. یکی از چیزهایی که گردشگران را شگفت زده می‌کند، تمیزی بسیاری از شهرهای ژاپن است. مردم از کودکی یاد می‌گیرند که نسبت به محیط اطراف خود مسئول باشند. به همین دلیل، فرهنگ عمومی نقش مهمی در حفظ نظم و پاکیزگی شهرها دارد. ژاپن یکی از مشهورترین فرهنگ‌های غذایی جهان را دارد. سوشی بدون شک یکی از معروف‌ترین غذاهای ژاپنی است. اما غذاهای محبوب دیگری مانند رامن، تمپورا، اودون و یاکیتوری نیز طرفداران زیادی در سراسر جهان دارند. غذا در فرهنگ ژاپنی فقط برای سیر شدن نیست، ظاهر، کیفیت، تازگی و نحوه سرو غذا نیز اهمیت زیادی دارد. هر سال در فصل بهار، میلیون‌ها درخت گیلاس در بخش‌های مختلف ژاپن شکوفه می‌دهند. این شکوفه‌ها که به نام ساکورا شناخته می‌شوند، یکی از نمادهای مشهور ژاپن هستند. مردم در پارک‌ها جمع می‌شوند و در کنار خانواده و دوستان از تماشای شکوفه‌ها لذت می‌برند. برای بسیاری از گردشگران، فصل ساکورا یکی از بهترین زمان‌ها برای سفر به ژاپن است.
ژاپن یکی از کشورهایی است که امید به زندگی در آن بسیار بالاست. سبک زندگی، رژیم غذایی، خدمات درمانی، فعالیت بدنی و عوامل اجتماعی مختلف در طول عمر مردم نقش دارند. در بعضی مناطق ژاپن تعداد افراد بسیار سالمند و 100 ساله قابل توجه است. این موضوع باعث شده سبک زندگی مردم ژاپن مورد توجه پژوهشگران سراسر جهان قرار بگیرد. ژاپن یکی از کشورهایی است که تعداد زیادی آتشفشان دارد. دستگاه‌های فروش خودکار نیز تقریباً در همه جای کشور دیده می‌شوند. از این دستگاه‌ها می‌توان نوشیدنی، غذا و کالاهای مختلف خریداری کرد. ژاپن همچنین یکی از مهمترین مراکز صنعت انیمه و مانگا در جهان است. شخصیت‌ها و داستان‌های ژاپنی میلیون‌ها طرفدار در کشورهای مختلف دارند و فرهنگ ژاپنی را به سراسر جهان معرفی کرده‌اند. ژاپن فقط یک کشور پیشرفته نیست. ژاپن داستان ملتی است که پس از یکی از بزرگترین ویرانی‌های تاریخ معاصر توانست دوباره کشور خود را بسازد. از هیروشیما و ناگازاکی تا شهرهای مدرن توکیو و اوساکا، مسیر ژاپن نشان می‌دهد که آموزش، فناوری، نظم، نوآوری و تلاش چگونه می‌توانند آینده یک کشور را تغییر دهند. از قطارهای سریع السیر شینکانسن گرفته تا ربات‌های پیشرفته، از دانشگاه‌های معتبر تا شرکت‌های مشهور جهانی و از معابد باستانی تا آسمان خراش‌های مدرن، ژاپن ترکیبی منحصر به فرد از گذشته و آینده است. شاید همین تضاد زیباست که ژاپن را به یکی از جذابترین کشورهای جهان تبدیل کرده است، کشوری که در آن میتونید صبح در کنار یک معبد صدها ساله قدم بزنید و چند ساعت بعد در میان آسمان خراش‌هایی باشید که انگار از آینده آمدند. اما شاید بزرگترین درس ژاپن نه در ساختمان‌های بلند و نه در فناوری‌های عجیب، بلکه در داستان مردم آن باشد. مردمی که پس از ویرانی دوباره شروع کردند آموزش دیدند، ساختند، نوآوری کردند و کشورشان را به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و فناوری جهان تبدیل کردند. اگر از این ویدیو لذت بردید، حتما کانال